آمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و مغفرته. محترم جماعت، امروز 4 ربیع الاول سال 1428 هجری مطابق 23 مارس سال 2007 میلادی روز جمعه است. اولا همه شما را با این روز سید جمعه و بعداً با ماه نو ربیع الاول که ماه تولد پیامبر گرامی قدر ما و شما محمد صلی الله علیه و سلم است، تبریک و تهنیت ها میگویم و همچنین هر یک شما را با بهار نو که خداوند بار دیگر زنده و سلامت ما را به بهترین فصل سال که بهار است آورده رسانید و از نسیم بهاری نفس کشیدن را برای ما و شما بار دیگر پروردگار مشرف گردانید که همه شما را با آمدن فصل بهار و با روز جمعه و با ماه نو که ماه میلاد پیغمبر صلی الله علیه و سلم است تبریک و تهنیت ها میگویم و از خداوند منان و مهربان دعا میکنم که هر یک ما و شما را از فیض و برکات روز سید جمعه برخوردار بگرداند و محبت پیغمبرش را در قلبهای ما و شما ساعت به ساعت زیاده بگرداند و بهار نو را برای هر یک ما و شما بهار بی خزان و پربرکت گرداند. محمد پرتری عین الیقین است، جهان را رحمتی جان آفرین است. به چشم دل نگر او را که بینی، طلوعی مهر و ماهش از جبین است. تراوت خیز گلهای بهاری، چمن آرای باغی فرودین است. نسیمی مشک‌بیزی دشت توحید، ریاحین پروری گلزار دین است. سخن از لعل او وحی الهی، پیامش جان فروز و دلنشین است. چو موسی دست او دست خدایی، چو عیسی معجزش در آستین است. صلای دلکش عرش الهی، تلین افکنده در گوش زمین است. انیسی خلوت شب زنده‌داران، شفیع بامداد واپسین است. محمد آسمان لطف یزدان، محمد آفتاب راستین است. زمانه خرم از میلاد او باد، دل ما دوستان یاد او باد. اللهم صل و سلم و بارک علی حبیبک محمد. برادران عزیز، قوم ها، ملت ها با داشتن شخصیت های نمایان خودشان فخر میکنند. به مانند فیلسوف ها، شاعران و ادیبان، اختراعکاران و سرلشکران و پهلوان های خودشان و هر یک قوم، هر یک ملت
و هر یک سرزمینی که در علاهیدگی زندگی میکند با چنین شخصیت‌هایش فخر میکند و در شب و روزهایی که این شخصیت‌های نمایانشان به دنیا آمده اند یاد آنها میکنند، از کار و فعالیت آنها سخن میگویند و با این کارشان یاد آنها را زنده نگه میدارند. اگرچند که ما و شما هر روز از سخنان و از تعلیمات پیغمبر گرامی خود محمد صلی الله علیه و سلم گوش میکنیم، میشنویم، لیکن این ماه ما باید بیشتر درباره پیغمبر سخن گوییم. این ماه ما بیشتر از تعلیمات پیغمبر صلی الله علیه و سلم یادآور شویم. چون اگر یک ادیب با داشتن 50 یا 100 شعر خودش باعث افتخار یک ملت باشد، یا اینکه یک پهلوان به خاطر چند کارنماییش سبب فخری ملت ها باشد، پس امروز نه تنها یک ملت، نه تنها تاجیک ها، نه تنها ازبک ها، نه تنها عرب ها، نه تنها فارس ها، امروز باید تمام انسانیت از آن فخر کند که خداوند از جنس او بهترین شخصیت را آفریده است. خداوند از جنس آدم بهترین مخلوقش را به انسانیت و حیات هدیه کرده است که باید هر یک انسان، هر کسی که میگوید من انسان، نابسته از آن که وی مسلمان است یا کافر است، باید از این فخر کند که از هم جنسی او خداوند چنین شخصیت را آفریده است. زیرا اگر پهلوان‌ها و سرلشکرها برای مردم خودشان، برای کشور خودشان کارنمایی کرده باشند، اما برای ملت‌های دیگر، برای قوم‌های دیگر سببی به خاک و خون یکسان شدن آنها گشتند. مثل که امروز ما و شما در دنیا می‌بینیم که آنهایی که از دموکراسی جار میزنند، از آزادی جار میزنند، برای ملت‌های خودشان یک مقدار آزادی و شرایط خوب را فراهم کردند، اما سببی به خاک و خون غلطیدن و گرفتار شدن چندین ملت‌ها و قوم‌های دیگر هستند. اگر شاعرها و ادیبها با داشتن چند کتابشان فخری ملت‌ها باشند، اما از دست این شاعرها و از دست این ادیبها هم هیچ کاری برای تمام انسانیت اجرا کرده نشده است، به جز اینکه شعر او را می‌خوانیم و یا کتاب او را می‌خوانیم و یک چند لحظه ذهن تو، خاطر تو خوش می‌شود، اما به همه آن پرابلم هایی که امروز انسانیت دارد آنها جواب گفته نمی‌توانند. و اگر ملت ها با اختراعکارهای خودشان فخر میکنند، اختراعکارها هم چیزی را اختراع میکنند که یک حاجت ما را برآورده میگرداند، اما از همون اختراع آنها اگر انسان ها یک فایده گیرند 10 ها ضرر میگیرند. مثال عادی، مسئله روز، دیسک هایی که امروز در تمام بازارها و دکانها فروخته می شود، و بالای این انتن های ماهواره که امروز در بسیار بسیار بام خانه های ما و شما دیده می شود، اگر از این تکنیک هایی که انسان های آن را ساختند که ملت هاشان، قوم هاشان از آن فخر می کنند، اگر برای جمعیت انسان ها یک فایده آورده ایستاده باشد 100 ها ضرر دارد. چرا که راه درست استفاده کردن آن را و فایده گرفتن از آن را همه نمی دانند.
اگر از یک 20 دقیقه امر معروف و نهی منکر شنوند انسان ها، از 10 دیسک دیگر بغیر از کینای زورآوری، لحظه های فحش و فجور چیزی دیگر نمیبینند. اگر از این آنتنه های ماهواره 1 ساعت موعظه گوش میکنن یا تلاوت قرآن گوش میکنن، شاید ساعت های دراز انسان های هستند که از این تکنیک ها استفاده میکنن و عمر خودشان را به تماشای فحشا و منکر و زورآوری صرف میکنن. اما شخصیت های را که تمام انسان ها باید از آنها فخر کنند، چرا؟ برای اینکه درباره همه آن پرابلم هایی که انسانیت به آن گرفتار شده است آنها برایشان راه نشان داده اند. اینها پیغمبرهای برحق خدا صلوات الله علیهم اجمعین هستند که از جمله آنها پیغمبر آخر زمان و بهترین پیغمبرها پیغمبر گرامی ما و شما محمد صلی الله علیه و سلم هستند که خداوند در آیه های آخرین سوره توبه خبر می‌دهد: استعیذ بالله لقد جاءكم رسول من انفسكم، یعنی در حقیقت آمد برای شما از طرف پروردگار رسول، پیغمبری که از بین خود شما مثل شما انسان است و از جنس دیگر. بنابراین انسانیت باید فخر کند که از جنس او چنین مخلوقی شریفی را خدا آفریده است. چرا؟ زیرا عزیز علیه ما عنتم، محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم هم تو پیغمبری است که هر یک مشقتی که پیش راه شما میبراید برای او عزیز است. بنابراین هیچ مسئله باقی نمانده است که پیغمبر گرامی صلی الله علیه وسلم درباره آن و ما و شما راه خوبتری را نشان نداده باشد. حتی از ایمان و اعتقاد صحیح سرکرده ایستاده تا میده‌ترین عمل پیغمبر تعلیم کردند که پیش از خوراک دستت را شو، بعد از خوراک دستت را شو، که درباره پیش از خوراک دست شستن و بعد از خوراک دست شستن که میده‌ترین کار است ما بارها شنیدیم و چی فایده ها دارد و موافقی تحقیقات و تدقیقات عالمان ساحه طب هم امروز به همه روشن است. اما پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم نه تنها ایمان، اعتقاد، نماز، روزه، زکات، حج به ما تعلیم کردند، حتی ما را تعلیم کردند که پیش از خوراک دست خود را شسته تازه کنیم و بعد از خوراک هم دست خود را شسته تازه کنیم. چرا؟ زیرا اینکه عزیزون علیه ما عنتم، هر مشقتی که سری راه شما میبراید برای پیغمبر این اولا مشقت است. حریص علیکم، و پیغمبری است که حریص است برای هدایت شما، بسیار میخواهد که شما هدایت یابید، بسیار میخواهد که شما گمراه نشوید. و در تفسیر این آیت در تفسیر ابن کثیر روایتی را می‌آورد که یک اعرابی آمده ایستاده از پیغمبر صلی الله علیه وسلم یاردم طلب کرد. پیغمبر چیزی برایش یاردم کردن، یک مبلغی، و بعدا گفتن که آیا در حق تو من کاری خوبی کردم؟ گفت که نه، کاری خوب نکرده، کم داده. گفت صحابه ها از این رفتاری بی‌ادبانه اعرابی در قهر شدند و خواستند که او را ادب دهند. پیغمبر آنها را نگذاشتند، گفتند بیا خانه من. به خانهشان بردن و چند مبلغ دیگر بالای آن مبلغ ضم کردند و گفتند که برایت من کاری خوب کردم؟ گفت که هم کاری خوب کردم.
گفتن که از این پیشتر در نزد اصحابم تو گفتی که خوب نکردی و دیدی که اصحاب من چقدر بالای تو قهر و غضب پیدا کردن، در دلشان نسبت تو بدبینی پیدا شد. گفت که ها. گفتن بیا میریم نزد اصحاب و همین سخنت را تکرار میکنی که من به تو میگویم که من به تو نیکی کردم، حاجتت را پوره برآوردم، تو میگویی که ها. و همراه پیش اصحاب رفتن و پیغمبر صلی الله علیه وسلم از اول واقعه را نقل کردن و بعد گفتن که اکنون من برای تو خوب کردم. اعرابی گفت بله خوب کرده. پیغمبر را جواب دادن و گفتن بعد از رفتن اعرابی که من با این عمل خود خواستم که آن کینه را که آن بدبینی را که شما نسبت این اعرابی در دل پیدا کرده از دل شما برآورده پرت پایم. با جوابش که های پیغمبر شما به من نیکی کرده، خوب کرده. و گفتن که اگر من همین کار را نمی کردم و شما این اعرابی را می خیستید، می زدید، ادب می دادید، این قهر کرده می رفت، ممکنه از جمله دوزخی ها می شد. ببینید به خاطر آنکه یک نفری که نزد پیغمبر به یاردن گفته آمده، پیغمبر آنقدر نسبت او دلسوزی کردن که هرچند وقتی خود را صرف کردن اما کاری را کردن که همین مرد به آتش دوزخ گرفتار نشد. حریص علیکم. پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم این خیلی بالای هدایتی اطرافیانشان حریص بودند. بالمؤمنین رؤوف رحیم. و پیغمبری که خدا از جنس ما و شما فرستاد با نام محمد صلی الله علیه وسلم، صفت دیگرش این است که وی به بنده های مؤمن بسیار هم رؤوف و رحیم است، یعنی بسیار هم مهربان و دلسوز است. و مهربانی دلسوزی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما و شما بارها از تاریخ ها و از روایت ها شنیدیم. بنابراین امروز هر یکی ما و شما برادران عزیز باید کوشش کنیم که هرچی بیشتر محبت این پیغمبر در قلب ما و شما باشد، هرچی بیشتر ما و شما پیروی این پیغمبر باشیم، چقدر میتوانیم به تعلیمات و به گفته ها و به سنت های این پیغمبر گرامی ما و شما پیرو باشیم. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ. ولیکن مبادا کسی از تو ای محمد صلی الله علیه وسلم روی گرداند، از پیروی تو روی گرداند، پس تو بگو که برای پیش بردن دین مبین اسلام برای من خدای من بسنده است که بغیر از او خدای دیگری وجود ندارد. علیه توکل، من به او تکیه کردم، من به او تکیه میکنم. و هو رب العرش العظیم، زیرا او خداوندی است که صاحب عرشی بزرگ است. عرشی که از عرش دیده مخلوقی بزرگتری وجود ندارد و همه این عالم با تمام موجوداتش در زیر عرش است و در نزد بزرگی عرش به ماننده حلقه در بیابان است. یعنی این بزرگی خداوند را نشان می‌دهد. بنابراین دین خدا، دین پیغمبر خدا محمد صلی الله علیه وسلم به ما و شما محتاج نیست. ما محتاج این دین هستیم، ما محتاج این پیغمبر صلی الله علیه وسلم هستیم. مبادا از امر معروف ها و از نهی منکر ها و از دعوت هایی که تکرار و تکرار میشنوید در دلتان چنین یک شک و شبهه به وجود نآید که اینقدر اسلام به ما زار است، اینقدر ما را دعوت میکنند. نه، این امر معروف و نهی منکر ها، این دعوت ها همه به فایده خود ما و شما است، زیرا اسلام پیغمبر به ما محتاج نیستند، ما محتاج هستیم به اینها. بنابراین هر چقدر میتوانیم ما و شما کوشش کنیم که پیروی پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشیم.
و خداوند در آیت 21 سوره احزاب میگوید استعیذ بالله لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة لمن کان یرجو الله والیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. یعنی به تحقیق برای شما این انسانها در رسول خدا محمد صلی الله علیه و سلم اسوه نیکو است. یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم نمونه عبرتی هستند که ما میتوانیم به آن کس چنگ زنیم. اگر میخواهیم در زندگی پاکیزه، انسانوار، حلال زندگی کنیم، سربلند باشیم در دنیا، سربلند باشیم در آخرت، این را بجز در پیروی پیغمبر صلی الله علیه و سلم در راه دیگر یافته نمیتوانیم. یعنی به زبان امروزه گوییم هر کس در زندگی امروز در دنیا ایدئالی خودش را دارد، میخواهد که مثل همون شخص باشد. ایدئالی ما و شما بجز پیغمبر کسی دیگر شده نمیتواند. اگر بجز پیغمبر کسی دیگر را ما برای خود ایدئال گرفتیم، اگر بجز پیغمبر کسی را ما برای خود نمونه عبرت گرفتیم، ما در دنیا هم سربلند شده نمیتوانیم، در آخرت هم. زیرا این را خداوند به ما گفته است که در رسول خدا محمد صلی الله علیه و سلم اسوه نیکو است. اما برای کی؟ برای آنهایی که از خدا امید دارند و از قیامت نترسند. آنهایی که به خدا باور ندارند و آنهایی که به روز قیامت باور ندارند، آنها هر کس را برای خود ایدئال گرفته رفتن میگیرند. به خصوص که امروز جوانهایی که از عقیده و از خدا و از شریعت و دین و پیغمبر خبر ندارند، ایدئالشون کدام یک حافظ است و کدام یک رقاصه است. میخوان مثل او رویشان کنند، میخوان مثل او لباس باشند، میخوان مثل او در زندگی ستاره باشند. اما برای آنهایی که در دل ایمان به خدا دارند، ایمان به روز قیامت دارند، آنها امید دارند که بنده های مؤمن را خداوند روز قیامت مکافات نیک میدهد، اسوه این خیلی انسان ها، ایدئال این خیلی انسان ها تنها پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. و یا خداوند در آیت 31 سوره آل عمران میگوید استعیذ بالله قل این کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم والله غفور رحیم. بگو ای محمد صلی الله علیه و سلم به مردم یا به مسلمان ها که اگر شما خدا را دوست می‌دارید پس مرا پیروی کنید. یعنی هر کس دعوا کند که من خدا را میشناسم و خدا را دوست می‌دارم، و باید اینکه در زندگی پیروی محمد صلی الله علیه و سلم باشد. اگر که شما محمد صلی الله علیه و سلم را دوست داشتید، یحببکم الله، آن وقت خداوند شما را دوست می‌دارد. وقتی خداوند شما را دوست می‌دارد، پس از گناه‌های شما می‌گذرد، گناه‌های شما را مغفرت می‌کند، زیرا اینکه او خداوندی بخشنده و مهربان است. اگر می‌خواهیم به مغفرت خدا، اگر می‌خواهیم به رحمت خدا مشرف شویم، پس باید ما در زندگی پیروی پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشیم. فرق ندارد فقط در نمازخانه نیست. اگر ما می‌خواهیم نمازخوان خوب باشیم، نماز ما مقبول درگاه خدا باشد، پس ما در نماز پیروی پیغمبر باشیم. اگر می‌خواهیم در معامله بین مردم پیروی کنیم به کی؟ پس پیرو باشیم به پیغمبر صلی الله علیه و سلم که بهترین معامله با مردم پیغمبر صلی الله علیه و سلم می‌کرد. حتی اگر ما و شما سیاستمدار باشیم، باید در سیاست هم پیروی پیغمبر شیم.
که پیغمبر در سیاست خودشان هیچگاه به دروغ و فریب و نیرنگ و بهتان و ظلم و خونریزی حق مردم خوری راه نداده بودند. بنابراین شما پیروی پیغمبر را فقط در داخل مسجد خیال نکنید، پیروی پیغمبر را فقط در نماز و روزه و زکات و حج خیال نکنید. هر انسان میخواهد در کدام ساحه‌ای که نباشد کسی را برای خود الگو قرار دهد، اسوه قرار دهد، پیغمبر را قرار دهد و مقصد برسد. و یا خداوند در آیات‌های 13 و 14 سوره نساء میگوید استعیذ بالله و من یطع الله و رسوله یدخله جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و ذلک الفوز العظیم. هر کس در کدام ساحه‌ای که نباشد، دهقان است، کارگر است، معلم است، دکتر است، انجینیر است، حاکم است، وزیر است، پادشاه است، کسی نباشد، خدا میگه هر کسی، یعنی همه اینهایی که من گفتم داخل میشن، هر کسی که اطاعت به خدا میکند و اطاعت به رسول خدا میکند، خداوند چنین شخص را داخل جنتی میگرداند که زیر درختان آن همیشه آبهای شیرین و مصفا جاری است. و خدا میگه و ذلک الفوز العظیم، این است نجات بزرگ. هر کسی باشه در زندگی پیروی پیغمبر باشه، شما به نجات بزرگ صاحب میشه. نجات بزرگ این است که به حیات جاودان همیشه بهار جنتی سرسبز شما داخل میشید که دیگر آنجا تیرماه ندارد، دیگر آنجا خزان ندارد، دیگر آنجا درد ندارد، دیگر آنجا پرابلم نیست، آب خشک نمی شود، آب انبار کم نمی شود، روشنایی کم نمی شود، همه چیز دیگر آنجا فراوان است. هیچگاه چنین خیال به سری بنده نمی آید که کدام کمبودی از کجای به سری من می آید. اما و من یعص الله و رسوله و یتعد حدوده یدخله نارا خالدا فیها و له عذاب مهین. هر کسی که نباشه در کدام کسب و کاری که نباشد، در کدام پایه زندگی که نباشد، اگر خدا را نافرمانی کند و رسول خدا را نافرمانی کند و از حدود معین کرده خدا و پیغمبر بیرون رود، خداوند چنین شخص را داخل می‌گرداند به آتشی که سوزاندن آن و عذاب آن خالدن ابدی است. هیچگاه تمام نمی شود، هیچگاه کم نمی شود، هیچگاه پست نمی شود و برای او عذاب خار کننده است. عذاب دوزخ نه تنها عذاب سوزنده بلکه عذاب خار کننده است. چون برای اهل دوزخ وقتی تشنه میمانند آب داده می شود که جوشان، وقتی گرسنه میمانند از زرداب اهل دوزخ برایشان در دهانشان ریخته می شود که این نهایت خارگیری است برای اهل دوزخ. بنابراین انسان‌هایی که در دنیا از اطاعت خدا و پیغمبر می‌برایند باید از چنین روز اندیشه کنند. و شاید بعضی خارگیری ها رو انسان ها در نتیجه اطاعت در همین دنیا هم دیده ایستاده باشند. ما عمیق گفته نمیتوانیم که به سبب به اطاعتی خدا و پیغمبر این جمعیت یا این انسان به این حال گرفتار شد، اما ممکن است که خدا در این دنیا هم به سبب نافرمانیش بنده را به عذاب‌ها گرفتار کند. ما می‌نالیم از آن که شرایط اقتصادی وزنین شده ایستاده است. ما می‌نالیم از آن که بارش کم شده است و آب انبارها کم آب شده ایستاده است و از این جهت می‌نالیم که امروز از قوه برق تنگ‌رسی می‌کشیم. اما بار این جمعیت اندیشه کرده است که ما بنده خدا شده ایستاده چیکار کردیم؟ ما بنده خدا شده ایستاده چقدر فرمان خدا را به جا آوردیم؟
ما خود را مسلمان گفته ایستاده، به چه گناه های امروز دست داده ایستاده ایم که امروز باید برای ما زندگی فراوان باشد. امروز باید از هیچ طرف برای ما تنقیصی نباشد، کمبودی نباشد. آیا جمعیت باره بالای این چیز اندیشه میکند یا نمیکند؟ از حضرت انس رضی الله عنه روایت است که رسول گرامی فرمودند ثلاث من کن فیه وجد بهن حلاوت الایمان. حضرت صلی الله علیه و سلم فرمودند که 3 چیز است که هر کسی که در او این 3 چیز یافته می شود بعد و شیرینی ایمان را می چشد. الحمدلله من مؤمن، الحمدلله من مسلمان. اما شیرینی ایمان، لذت مسلمانی ما کی می چشیم؟ آن وقتی که این 3 چیز در وجود ما و شما باشد. من كان الله ورسوله احب الیه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. حدیث متفق علیه. یعنی اولین چیزی که سببی شیرینی مؤمن و مسلمانی ها ما از آن میفهمیم این است که خدا و پیغمبرش برای ما بهتر باشند از همه چیزی که ما داریم، حتی از خود ما هم. اگر ما از خدا و پیغمبر دیده بیشتر کسی را دوست داریم، حتی خود را دوست داریم، حالا ما لذت ایمان نچشیدیم. برای آنکه ما لذت ایمان چشیم، اولا باید محبت خدا و پیغمبر در دل ما از همه زیاد باشد، از همه چیز زیاد باشد. چگونه؟ مولود کنیم و گیره کنیم و گوییم که پیغمبر ما دوست داشتیم، بعدا توی کنیم و کیلین گیریم که بالی دسترخوان به عرق باشد. ما پیغمبر را دوست می‌داریم، گیره کنیم، ناله کنیم، اما بعدا درآمد ما از ریبا باشد، از پاره باشد. میگیم پیغمبر را دوست می‌داریم، گیری ناله مرحبا، اما نبینیم پرونه کنیم که زنها و دخترهای ما با کدام هیئت از در بیرون میبراید. محبت خدا و پیغمبر این است که هر چیزی که خدا و پیغمبر گفته است به آن عمل کنیم و هر چیزی که خدا و پیغمبر منع کرده است از آن دور ایستیم. این است محبت. چرا که اگر جوانی به یک دختری عاشق شود، هر مشکلی که پیش سرش می آید آن را نادیده می گیرد. اگر وعده کرده باشد که پگاه ساعتی 10 وام بخوریم در فلان جا، اگر باران سیل باردم میرد، برای اینکه مبادا معشوقش آمده خفه نشود. همه مشکلیت می بردارد. بنابراین اگر بنده دعوا می کند که من خدا و پیغمبر را دوست می دارم، پس باید هر چیزی که خدا و پیغمبر گفته است آن را کند و از هر چیزی که خدا منع کرده است بازست. آره، اگر شما $5,000 میتید ریبا و هر ماه $500 نقد دست آمدن میگیرد، خیلی خوب. این خیلی فایده آسان میگیرید، خوردن، پوشیدن، خانه ساختن، همه طرف میرسد. اما از این طرف خدا و پیغمبر میگن که ریبا حرام است. پس اینجا محبت شما معلوم میشود. به خدا و پیغمبر محبت دارید یا به پول محبت دارید؟ زنتان، دخترتان گپتان بدنید در آب سری روچ کوچه میبرند، گریه نالند ده جا من ادوانان شر میدارند. یعنی گویا شما اینجا دلسوزی میکنید، بگید حق و یک روز اخلش میدارم. اما اینجا محبتی شما معلوم میشد که شما فرزند را بیشتر دوست میدارید یا خدا و پیغمبر. اینجا معلوم میشد که محبتی شما به فرزند بیشتر است یا به خدا و پیغمبر بیشتر است. بنابراین
اولین چیزی که شیرینی ایمان به ما معلوم میکند، مزه ایمان میفهمیم، این که خدا و پیغمبر را از همه کس و از همه چیز بیشتر دوست داره. و معنی دوست داشتن برای شما معلوم شد. و ان یحب المرء لا یحبه الا لله. و دوم، یک کس را دوست دارد تنها برای خدا دوست می‌دارد. این هم مزه ایمان برای ما و شما معلوم می‌کنه که یک کسی دوست دارید به خاطر منصبش، پولش، خویشیگریش، به خاطر آن دوست دارید که بنده خدا است، با تقوا است، مسلمان است، پرهیزگار است، خوش اخلاق است، پیرو پیغمبر است. به خاطر این وقتی که شما او را دوست می‌دارید، بعد شما حلاوت ایمان درک می‌کنید که ایمان چی چیز است. و ان یکره ان یعود فی الکفر بعد ان انقذه الله منه کما یکره ان یقذف فی النار. و سوم چیزی که مزه ایمان را به ما و شما روشن میکنه این است که بنده بعد از آن که به ایمان و اسلام مشرف شد، گشته کافر شدن آنقدر بد بیند، در دلش نفرت به کفر باشد که چخیلی که به آتش افتیدن را انسان بد میبیند. آیا کدام انسان به آتش افتیدن دوست می‌دارد؟ هر باری که از پیش آتش بزرگ می‌گذرید احتیاط می‌کنید که دامنتان نرسد به آن، احتیاط می‌کنید که گرمی آن به شما ضرر نرساند. اینقدر از آتش شما پرهیز می‌کنید. بعد از مسلمان شدن باید مسلمان از کفر اینقدر ترسد، آن وقت مزه ایمان می‌فهمد. وقتی که مزه ایمان نفهمیدن و این خصلت ها نبود، بنابراین با دمیدن نسیم آزادی در جمعیت ما می‌بینیم که چندین مردم مسلمان رفتن نصرانی شدن، رفتن بهایی شدن، رفتن کدام دینی دیگر را قبول کردن. برای چی؟ برای اینکه مزه ایمان نچشیده بودن. از مسلمانی همین فقط جنازه و دعای فاتحه و نکاح فهمیده بودن و تمام دیگر چیز نفهمیده بودن. مزدش که نچشیده بودن، رفتن یهودی شدن، رفتن نصرانی شدن، رفتن بهایی شدن. و حالا که مسلمان باید از کافر شدن آنقدر ترسد، آنقدر پرهیز کند که از آتش اینقدر میترسید. و یا در حدیث دیگری که امام مسلم تحت رقم 167 روایت کرده اند که حضرت انس میگویند قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من ولده و والده و الناس اجمعین. ایمان هیچی که شما مکمل نمیشود، ایمان هیچی که شما پره نمی شود تا آن که من محبوب تر باشم به نزد او از فرزندش، از پدر و مادرش و از تمام انسانهای دیگر. اینه پیغمبر گفته ایستاده که اگر شما از پدر و مادر و از فرزندان شیرین خودتان و از تمام دیگر انسانها و دیگر چیزهایی که دارید مرا دوستتر ندارید، من برایتان محبوبتر نباشم، پس حالا ایمان شما مکمل نشده است. و محبت پیغمبر را شما فهمیدید که این هم تو دوست داشتن با زبان نیست، بلکه با عمل کردن به گفته های پیغمبر و پرهیز کردن از آن چیزهایی که پیغمبر گرامی صلی الله علیه و سلم ما و شما را از آن منع کرده. و نمونه از این تعلیمات پیغمبر حدیثی است که امام ترمذی تحت رقم 1927 روایت کردند که رسول گرامی صلی الله علیه و سلم فرمودند المسلم اخو المسلم، هر یک مسلمان برای مسلمان دیگر برادر است. فرق ندارد که
این مسلمان ها همه تاجیک هستن، ازبک هستن، قرقیز هستن، قزاق هستن، انگلیس هستن، فرانسوی هستن، امریکایی، فرق نداره. هر کسی میگوید لا اله الا الله محمد رسول الله مسلمان است و هر یک این مسلمان با هم برادر هستند. وقتی که هر یک مسلمان با هم برادر باشد، وظیفه او چیست؟ لا یخونه، مسلمان به برادر مسلمانش خیانت نمی کند. اکنون شما به بازارها نگاه کنید که آیا خیانت هست در بازارهای ما؟ آیا خیانت هست در معامله های ما و شما؟ اگر هست پس وای بر حال ما که ما از تعلیمات پیغمبر بیرون رفتیم. اگر نیست الحمدلله که ما به یک گفته پیغمبر عمل کرده ایستادیم که به برادر مسلمان خود خیانت نمی کنیم. ولا یکذبه، و دیگر اینکه مسلمان برادر مسلمانش به دروغ نمیگوید. مسلمان برادر مسلمانش به یک سخنهای را نمیگوید که در دل او شک و شبهه ایجاد شود. پس بیایید یک بر جمعیت ما نظر کنیم که آیا دروغ گفتن و سخنهای اختلاف انگیز را در بین همدیگر پهن کردن و دل همدیگر را به خجالت گرفتار کردن در جمعیت ما هست یا نیست؟ اگر نیست الحمدلله ما گفته پیغمبر به عمل کرده است. اگر هست وای بر حال ما از تعلیمات پیغمبر بیرون رفت. ولا یخذله، مؤمن برادر مؤمنش خار نمی کند. خارچی این حقیر نمی شمارد. اگر چند بای است او کمبغل، اگر چند منصبدار است او عادی، اگر چند او عالم است ولی نادان، اگر چند علم او بالا است از آن ولی پایان، خار نمی کند. چرا که برادر مسلمان خود را با نظری تحقیر نگاه کردن این کبر است. پس بیایید به جمعیت خود نظر کنیم که آیا در این جمعیت ما همه مسلمان ها با همدیگر آنقدر برادری با محبت هستیم که همدیگر را با نگاه تحقیر آمیز نگاه میکنیم یا نمیکنیم؟ اگر میکنیم وای بر حال ما که از تعلیمات پیغمبر بیرون رفتیم. اگر نه همدیگر را عزت میکنیم و حرمت میکنیم، دوست میداریم، پس خوشا به حال ما الحمدلله که به تعلیمات پیغمبر عمل کرده ایستادیم. کل المسلم علی المسلم حرام، هر یک مسلمان برای مسلمان دیگر حرام است. چیش حرام است؟ عرضه و ماله و دمه. اولا آبروش حرام است. اگر شما برادر یک مسلمانتان آبروش با یک سخن ناجا میریزانید، شما از تعلیمات پیغمبر بیرون رفتید. پس بیایید به جمعیت خود نظر کنیم که آبرو ریزانه ها در جمعیت ما هست یا نیست. اگر هست وای بر حال ما از تعلیمات پیغمبر بیرون رفتید. اگر نیست الحمدلله و تعلیمات پیغمبر استوار مونده. و اینجوری مال هر یک مسلمان برای مسلمان دیگر حرام است. هیچ مسلمان حق ندارد مال یک برادر مسلمان دیگرش با راهی دزدی، با راهی فریب، با راهی نیرنگ صاحب شود. پس بیایید در معاملات خود ما نظر کنیم که آیا این حق همدیگر خوری ها و مال همدیگر خیانت کنی ها هست در جمعیت ما یا نیست؟ و دمه، و البته خون هر یک مسلمان برای مسلمان دیگر حرام است. هیچ مسلمان حق ندارد یک مسلمان دیگر خونش ریزد. پس ما امروز نگاه کنیم به جمعیت که آیا این گناه در جمعیت ما هست. حتی باعث خیلی شرمندگی است که تاجیکی مسلمان را در مسافرت در روسیه باز برادر خودش تاجیکی مسلمان دعوا میکردگی میکشه. چرا؟ برای که از تعلیمات دینش به خبر بوده است.
از تعلیمات پیغمبرش بیخبر مانده است. و بعدا پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت التقوا هاهنا، تقوا در قلب می شود. ما بسیارتر آدم های از ظاهرشان دیده ایستاده با تقوا میگوییم، یا لباسش میبینیم میگوییم با تقوا است، یا یک رفتارش میبینیم با تقوا است، اما تقوا در ظاهر نمیشود. تقوای ظاهر شاید ساخته باشد، شاید دروغ باشد، شاید به خاطر آبرو باشد. بنابراین پیغمبر علیه السلام گفت که تقوا در قلب می شود. اگر بنده در دلش ترسی خدا دارد، محبتی خدا دارد، محبتی پیغمبر دارد، این خیلی انسان با تقوا است. بنابراین هیچ کس ظاهرش دیده ایستاده شما تقواش رو بها ندید. یک کس ظاهری زیباش رو دیده ایستاده فریفته نشوید. یک کس ظاهری کمتر به شما نامعقولش دیده ایستاده نسبتی به بهای بد نتی خلاصه بد نبرارید، زیرا که تقوا در قلب می شود. هیچ کس نمیداند غیر از خدا که بنده چقدر تقوا دارد. بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاه المسلم. پیغمبر علیه السلام اخیراً گفتند که برای بنده مسلمان بد بودنش بس است. یک مسلمان ما بگیم که همین مسلمانی بد است، مسلمان خوب نیست، بگیم یک چیز کفایه است. چی است؟ این است که برادر مسلمانش حقیر شمارد. فلانی فلان لباسش ممنون تو معقول نیست و یک کارش اون تو ممنون معقول نیست. حقیر شماریدن برادر مسلمان این خودش برای بد بودن ما بس است. بنابراین برادران عزیز، خصوص جوانها، اگر میخواهیم بنده خدا و پیروان حقیقی پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشیم و این تعلیمات پیغمبر صلی الله علیه و سلم پابند شویم، به این گفته ها عمل کنیم، به این سنت های پیغمبر صلی الله علیه و سلم ما و شما کوشش کنیم تا اینکه خداوند مهر و محبت و اتحاد و همبستگی در بین ما و شما پایدار گرداند و حاصلش جنت جاودان در آخرت برای هر یکی ما و شما گرداند. در این راه به همه شما از درگاه خداوند منان و مهربان یک جهان توفیق و انصاف آرزو میکنم و دعا میکنم که خداوند هر یک ما و شما را از بندگان نیک خودش و پیروان حقیقی پیغمبرش محمد صلی الله علیه و سلم گرداند. خب، خیراتی که از طرف شما جمع شده است همگی 230 سامانی و 900 سومی ازبکی خالصانه دعا میکنیم که خداوند تبارک و تعالی خیر و احسان برای مقبول درگاهش گرداند و چی برای مقصد نیکی که داشته باشند برآورده خیر گرداند برحمتک یا ارحم الراحمین. و انشاءالله هفته آینده که 11 ماه ربیع الاول است و شب تولد پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، بنابراین هفته آینده همچون یک یادآوری مخصوص پیغمبر صلی الله علیه و سلم که با نام مولود برای ما و شما مشهور است جمع میشویم و باز هم از این تعلیمات های به زوال پیغمبر صلی الله علیه و سلم فراوان استفاده میکنیم و انشاءالله این ماه همه بخشیده به تعلیمات پیغمبر صلی الله علیه و سلم. آمین. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد،
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و مغفرته. محترم جماعت، امروز 4 ربیع الاول سال 1428 هجری مطابق 23 مارس سال 2007 میلادی روز جمعه است. اولا همه شما را با این روز سید جمعه و بعداً با ماه نو ربیع الاول که ماه تولد پیامبر گرامی قدر ما و شما محمد صلی الله علیه و سلم است تبریک و تهنیت ها میگویم و همچنین هر یک شما را با بهار نو که خداوند بار دیگر زنده و سلامت ما را به بهترین فصل سال که بهار است آورده رسانید و از نسیم بهاری نفس کشیدن را برای ما و شما بار دیگر پروردگار مشرف گردانید که همه شما را با آمدن فصل بهار و با روز جمعه و با ماه نو که ماه میلاد پیغمبر صلی الله علیه و سلم است تبریک و تهنیت ها میگویم و از خداوند منان و مهربان دعا میکنم که هر یک ما و شما را از فیض و برکات روز سید جمعه برخوردار بگرداند و محبت پیغمبرش را در قلبهای ما و شما ساعت به ساعت زیاده بگرداند و بهار نو را برای هر یک ما و شما بهار بی خزان و پربرکت گرداند. محمد پرتوی عین الیقین است، جهان را رحمت جان آفرین است. به چشم دل نگر او را که بینی، طلوعی مهر و ماهش از جبین است. تراوت خیز گلهای بهاری، چمن آرای باغی فرودین است. نسیمی مشکبیزی دشت توحید، ریاحین پروری گلزار دین است. سخن از لعل او وحی الهی، پیامش جان فروز و دلنشین است. چو موسی دست او دست خدایی، چو عیسی معجزش در آستین است. صلای دلکش عرش الهی، تلین افکنده در گوش زمین است. انیسی خلوت شب زنده‌داران، شفیع بامداد واپسین است. محمد آسمان لطف یزدان، محمد آفتاب راستین است. زمانه خرم از میلاد او باد، دل ما دوستان یاد او باد. اللهم صل و سلم و بارک علی حبیبک محمد. برادران عزیز، قوم ها، ملت ها با داشتن شخصیت های نمایان خودشان فخر میکنند. به مانند فیلسوف ها، شاعران و ادیبان، اختراعکاران و سرلشکران و پهلوان های خودشان و هر یک قوم، هر یک ملت و هر یک سرزمینی که در علاهیدگی زندگی میکند با چنین شخصیت هایش فخر میکند و در شب و روزهایی که این شخصیت های نمایانشان به دنیا آمده اند یاد آنها میکنند، از کار و فعالیت آنها سخن میگویند و با این کارشان یاد آنها را زنده نگه میدارند. اگرچند که ما و شما هر روز از
سخنان و از تعلیمات پیغمبر گرامی خود محمد صلی الله علیه و سلم گوش میکنیم، میشنویم. لیکن این ماه ما باید بیشتر درباره پیغمبر سخن گوییم. این ماه ما بیشتر از تعلیمات پیغمبر صلی الله علیه و سلم یادآور شویم. چون اگر یک ادیب با داشتن 50 یا 100 شعر خودش باعث افتخار یک ملت باشد، یا اینکه یک پهلوان به خاطر چند کارنماییش سبب فخری ملت ها باشد، پس امروز نه تنها یک ملت، نه تنها تاجیک ها، نه تنها ازبک ها، نه تنها عرب ها، نه تنها فارس ها، امروز باید تمام انسانیت از آن فخر کند که خداوند از جنس او بهترین شخصیت را آفریده است. خداوند از جنس آدم بهترین مخلوقش را به انسانیت و حیات هدیه کرده است که باید هر یک انسان، هر کسی که میگوید من انسان، نوابسته از آن که وی مسلمان است یا کافر است، باید از این فخر کند که از هم جنسی او خداوند چنین شخصیت را آفریده است. زیرا اگر پهلوان‌ها و سرلشکرها برای مردم خودشان، برای کشور خودشان کارنمایی کرده باشند، اما برای ملت‌های دیگر، برای قوم‌های دیگر سببی به خاک و خون یکسان شدن آنها گشتند. مثل که امروز ما و شما در دنیا می‌بینیم که آنهایی که از دموکراسی جار میزنند، از آزادی جار میزنند، برای ملت‌های خودشان یک مقدار آزادی و شرایط خوب را فراهم کردند، اما سببی به خاک و خون غلطیدن و گرفتار شدن چندین ملت‌ها و قوم‌های دیگر هستند. اگر شاعرها و ادیبها با داشتن چند کتابشان فخری ملت‌ها باشند، اما از دست این شاعرها و از دست این ادیبها هم هیچ کاری برای تمام انسانیت اجرا کرده نشده است، به جز اینکه شعر او را می‌خوانیم و یا کتاب او را می‌خوانیم و یک چند لحظه ذهن تو، خاطر تو خوش می‌شود، اما به همه آن پرابلم هایی که امروز انسانیت دارد آنها جواب گفته نمی‌توانند. و اگر ملت ها با اختراعکارهای خودشان فخر میکنند، اختراعکارها هم چیزی را اختراع میکنند که یک حاجت ما را برآورده میگرداند، اما از همون اختراع آنها اگر انسان ها یک فایده گیرند 10 ها ضرر میگیرند. مثال عادی، مسئله روز، دیسک هایی که امروز در تمام بازارها و دکانها فروخته می شود، و بالای این انتن های ماهواره که امروز در بسیار بسیار بام خانه های ما و شما دیده می شود، اگر از این تکنیک هایی که انسان های آن را ساختند که ملت هاشان، قوم هاشان از آن فخر میکنند، اگر برای جمعیت انسان ها یک فایده آورده ایستاده باشد 100 ها ضرر دارد. چرا که راه درست استفاده کردن آن را و فایده گرفتن از آن را همه نمیدانند. اگر از یک 20 دقیقه امر معروف و نهی منکر شنوند انسان ها، از 10 دیسک دیگر بغیر از کینای زورآوری، لحظه های فحش و فجور چیزی دیگر نمیبینند. اگر از این انتنه های ماهواره 1 ساعت موعظه گوش میکنند یا تلاوت قرآن گوش میکنند، شاید ساعت های دراز انسان های هستند که از این تکنیک ها استفاده میکنند و عمر خودشان به تماشای فحشا و منکر و زورآوری
صرف میکنن. اما شخصیت هایی را که تمام انسان ها باید از آنها فخر کنند. چرا؟ برای اینکه درباره همه آن پرابلم هایی که انسانیت به آن گرفتار شده است آنها برایشان راه نشان داده اند. اینها پیغمبرهای برحق خدا صلوات الله علیهم اجمعین هستند که از جمله آنها پیغمبر آخر زمان و بهترین پیغمبرها پیغمبر گرامی ما و شما محمد صلی الله علیه و سلم هستند که خداوند در آیه های آخرین سوره توبه خبر می‌دهد استعین بالله لقد جاءكم رسول من انفسكم، یعنی در حقیقت آمد برای شما از طرف پروردگار رسول پیغمبری که از بین خود شما مثل شما انسان است و از جنس دیگر. بنابراین انسانیت باید فخر کند که از جنس او چنین مخلوق شریفی را خدا آفریده است. چرا؟ زیرا عزیز علیه ما عنتم، محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم هم تو پیغمبری است که هر یک مشقتی که پیش راه شما میبراید برای او عزیز است. بنابراین هیچ مسئله باقی نمانده است که پیغمبر گرامی صلی الله علیه وسلم درباره آن و ما و شما راه خوبتری را نشان نداده باشد. حتی از ایمان و اعتقاد صحیح سر کرده ایستاده تا میده‌ترین عمل پیغمبر تعلیم کردند که پیش از خوراک دستت را شو، بعد از خوراک دستت را شو، که درباره پیش از خوراک دست شستن و بعد از خوراک دست شستن که میده‌ترین کار است ما بارها شنیدیم و چی فایده ها دارد و موافقی تحقیقات و تدقیقات عالمان ساحه طب هم امروز به همه روشن است. اما پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم نه تنها ایمان، اعتقاد، نماز، روزه، زکات، حج به ما تعلیم کردند، حتی ما را تعلیم کردند که پیش از خوراک دست خود را شسته تازه کنیم و بعد از خوراک هم دست خود را شسته تازه کنیم. چرا؟ زیرا اینکه عزیزون علیه ما عنتم، هر مشقتی که سری راه شما میبراید برای پیغمبر این اولا مشقت است. حریص علیکم، و پیغمبری است که حریص است برای هدایت شما، بسیار میخواهد که شما هدایت یابید، بسیار میخواهد که شما گمراه نشوید. و در تفسیر این آیت در تفسیر ابن کثیر روایتی را می‌آورند که یک اعرابی آمده ایستاده از پیغمبر صلی الله علیه وسلم یاردم طلب کرد. پیغمبر چیزی برایش یاردم کردن، یک مبلغی، و بعدا گفتن که آیا در حق تو من کاری خوبی کردم؟ گفت که نه، کاری خوب نکرده، کم داده. گفت صحابه ها از این رفتاری بی‌ادبانه اعرابی در قهر شدند و خواستند که او را ادب دهند. پیغمبر آنها را نگذاشتند، گفتند بیا خانه من. به خانهشان بردن و چند مبلغ دیگر بالای آن مبلغ ضم کردند و گفتند که برایت من کاری خوب کردم؟ گفت که هم کاری خوب کردم. گفتن که از این پیشتر در نزد اصحابم تو گفتی که خوب نکردی و دیدی که اصحاب من چقدر بالای تو قهر و غضب پیدا کردن، در دلشان نسبت تو بدبینی پیدا شد. گفت که هم. گفتن بیا میریم نزد اصحاب و همین سخنت را تکرار میکنی که من به تو میگویم که من به تو نیکی کردم، حاجتت را پره برآوردم، تو میگویی که هم.
و همراه پیش اصحاب رفتن و پیغمبر صلی الله علیه وسلم از اول واقعه را نقل کردن و بعد گفتن که اکنون من برای تو خوب کردم. اعرابی گفت بله خوب کرده. پیغمبر را جواب دادن و گفتن بعد از رفتن اعرابی که من با این عمل خود خواستم که آن کینه را که آن بدبینی را که شما نسبت این اعرابی